تا حالا به این فکر کردین که مغز انسان دقیقاً چقدر اطلاعات میتونه ذخیره کنه؟ این عضو شگفت‌انگیز که همینطور بی صدا داخل جمجمه کار میکنه واقعاً چه ظرفیتی داره؟ اگه به جای مغز تمام سرمون رو با ابزارهای ذخیره‌سازی مثل یه هارد و SSD پر کنیم، آیا میتونیم اطلاعات بیشتری جا بدیم؟ بریم سراغ یکی از هیجان انگیزترین مقایسه هایی که میشه انجام داد. اول از خود مغز شروع کنیم. مغز انسان واقعاً یک شاهکار تکاملیه. حجم عظیمی از اطلاعات رو برای سالها نگه می‌داره. از شعر ترانه‌هایی که سالهاست نخوندیم تا کوچکترین جزئیات روزمره که بی صدا تو ذهنمون ثبت میشن. ما هزاران کلمه رو میشناسیم بدون اینکه لحظه‌ای بهش فکر کنیم. اگر مغز رو شبیه یک کامپیوتر در نظر بگیریم، ظرفیتش چیزی در حدود 55 میلیون کتاب الکترونی هست. رقمی که غیرقابل باوره، ولی واقعیه. دانشمندا میگن نقش ذخیره‌سازی در مغز بر عهده سیناپس هست. همون اتصال‌های سلول‌های عصبی. هر سیناپس مقدار کوچیکی اطلاعات نگه می‌داره. مجموعاً مغز حدود 143 ترابایت ظرفیت داره. این یعنی خیلی بیشتر از چیزی که اکثر ما تصور می‌کنیم. حالا بریم سراغ مقایسه عجیب. اگر حجم سر رو با هارد دیسک های واقعی پر کنیم، چه اتفاقی میفته؟ بزرگترین هاردهای امروزی حدود 36 ترابایت ظرفیت دارن. اگه تمام حجم سر رو با همین هاردها پر کنیم، چیزی حدود 120 ترابایت جا میگیریم. یعنی هنوز هم از ظرفیت واقعی مغز کمتره. ولی اگر قطعات جانبی هارد رو کنار بگذاریم و فقط صفحه‌های ذخیره‌سازی رو داخل جمجمه بچینیم، عدد به حدود 1.2 پتابایت میرسه. البته اینجا دیگه خبری از فکر کردن نیست. فقط یک انبار اطلاعات داریم. SSD عملکرد بهتری داره. اگر حجم مغز رو با SSD پر کنیم، چیزی در حدود 1.6 پتابایت ذخیره میشه. معادل تقریباً 600 میلیون کتاب. حالا برسیم به فناوری‌هایی که از طبیعت الهام گرفتن. DNA یکی از شگفت‌انگیزترین سیستم‌های ذخیره‌سازی جهانه. تو حجمی بسیار کوچک، حجم عظیمی از داده رو نگه می‌داره. اگر حجم مغز رو با هسته‌های پر از DNA پر کنیم، ظرفیت به حدود 2 زتابایت میرسه. عددی که عملاً از مقیاس ذهن ما خارجه. فناوری‌های نو مانند MRAM هم وارد رقابت شدن. حافظه‌های مغناطیسی بسیار فشرده‌ای که اگر مغز رو با اونها پر کنیم، حدود 1.6 یوتابایت ظرفیت به دست میاد. یکی از بزرگترین عددهایی که فعلاً در دسترس بشره. روش‌های عجیبتری هم وجود داره. مثلاً ذخیره‌سازی در سطح اتم‌ها. تنها با قرار دادن اتم‌های هیدروژن روی یک سطح مخصوص میشه اطلاعات رو در فضایی بسیار فشرده ذخیره کرد. حجم مغز در این روش حدود 75 پتابایت ظرفیت میده. و اگر فرض کنیم هر اتم هلیوم فقط یک واحد اطلاعات ذخیره کنه، ظرفیت به عددی میرسه که عملاً تخیلی هست. 1 میلیون زتابایت، رقمی بسیار فراتر از هر فناوری که امروز میشناسیم. و در نهایت تمام این مقایسه ها یک نکته رو ثابت میکنه. مغز انسان فقط یک ابزار ذخیره‌سازی نیست، یک جهان پیچیده و زنده هست. هرچقدر فناوری پیش میره، همچنان داریم تلاش میکنیم تنها بخش کوچکی از قدرتش رو درک کنیم. شاید روزی ماشین ها از نظر ظرفیت یا سرعت به مغز نزدیک بشن. اما فعلاً شگفت‌انگیزترین و پیشرفته ترین هارد دنیا همین چیزیه که درون جمجمه ما قرار گرفته. ممنونم که تا آخر ویدیو همراهم بودی. اگه از این محتوا لذت بردی، خوشحال میشم چنل رو دنبال کنی. مواظب خودت باش. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.